سلام. توی این ویدیو میخوایم در مورد کسب و کار صحبت کنیم. اینکه چطور میتونیم یک ایده مناسب برای کسب و کار پیدا کنیم و چطور میتونیم کسب و کار خودمون رو گسترش بدیم و اصلا هدف از کسب و کار چی هست؟ هدف از کسب و کار و فروش چی هست؟ خب اگر برگردیم به داستان زندگی اجتماعی انسان و داستان توسعه و تکامل انسان از ابتدا تا الان، متوجه میشیم که از زمانی که انسان اجتماعی بودن رو یاد گرفت، شروع کرد به انجام دادن یک سری مهارت‌ها و ساخت یک سری ابزارآلات. هر کسی به فراخور مهارتی که داشت یک سری ابزارآلات رو میساخت. مثلا یه نفر قاشق چوبی درست میکرد، یه نفر تیر و کمان درست میکرد و این رو خودش استفاده میکرد. چون زندگیش بهتر شده بود، راحت تر شده بود، به هم قبیله خودش هم میداد. اینو به عنوان اشتراک گذاری اون تیر و کمان میداد به هم قبیله خودش که اونم استفاده کنه و زندگی راحت‌تر و بهتری داشته باشه. و به مرور زمان اون کسی که مثلا قاشق درست میکرد میداد به همسایه بغلیش، به هم قبیله‌ایش، به قارق بغل دستیش، اون بغل دستی هم همسایه هم میومد مثلا تیر و کمان درست میکرد، در ازای تشکر در مقابل قاشقی که همسایه داده بود این هم تیر و کمان میداد بهش و اینطور شد که مبادله کالا به کالا شکل گرفت و در ادامه این مهارت‌ها و این ابزارالات اضافه شد. ابتدا در انسان فقط به خوردن و آشامیدن و نمردن، نیاز اولیش خوردن و آشامیدن بود که نمیره. بعد با ساخت این ابزارالات و زیاد شدن مهارت‌ها، خب خواسته های انسان زیاد شد و این وسط مشکلاتی پیش اومد. چرا؟ چون دیگه نمیشد مبادله کالا به کالا انجام داد. چون مثلا یه فردی که مثلا تیر و کمان داشت و یه فردی هم که شکارچی بود، گوشت شکار داشت، مثلا به نون نیاز داشت، ولی اون نونوا به گوشت شکار نیاز نداشت، به یک چیز دیگه نیاز داشت و این وسط مشکلاتی پیش می اومد تا اینکه یک واحد مبنایی به وجود اومد به نام پول. داستان ایجاد پول که یک واحد مبنایی برای دریافت کالا و خدمات و چانه‌زنی به وجود اومد که انسان بتونه راحت کالا و خدمات و چیزهایی که نیاز داره رو با پول بتونه دریافت کنه. ما فهمیدیم که هدف انسان از ابتدا، از ایجاد کسب و کار، کمک به دیگران بوده، کمک به مردم بوده. هدف از کسب و کار کمک به مردم بوده. بعدش هم که پول به وجود اومد برای دریافت خدمات و کالای دیگران. آقای الناتینگل یه جمله طلایی دارن که میگن We are here to learn and serve other people. میگن که ما اومدیم به این دنیا تا یاد بگیریم و به دیگران کمک کنیم. We are here to learn and serve other people. ما اومدیم که یاد بگیریم و به دیگران کمک کنیم. این جمله با این صحبتی که ما کردیم خیلی نزدیکه. یعنی مفهوم این جمله با مفهوم صحبتی که ما کردیم خیلی نزدیکه. هدف اصلی ما از کسب و کار کمک به مردمه. یعنی کسب رضایت قلبی هست. اینکه ما اون کاری که دوست داریم انجام میدیم که هدف گذاری صحیح هست، پرانتز من بگم، اون کاری که دوست داریم انجام میدیم، ازش لذت میبریم و اون کاری که داریم انجام میدیم و ازش لذت میبریم به مردم هم کمک میکنیم و لذت ما مضاعف میشه، دو چندان میشه و قلب ما میشه سرشار از لذت، سرشار از هیجان، سرشار از خوشی، شادی. هدف ما در واقع، هدف اصلی انسان از کسب و کار باید کسب رضایت قلبی باشه تا بتونه کسب و کار خودش رو گسترش بده، تا بتونه به افراد بیشتری کمک کنه. برای توسعه کسب و کار ما باید از یکی از قوانین مهم طبیعت استفاده کنیم، قانون جبران. قانون جبران در توسعه و پیدا کردن ایده برای کسب و کار 3 شرط برای ما داره که من اون 3 شرط رو اول به شما میگم و بعد تک به تک بررسیش میکنیم. این 3 شرط عبارتند از the need for what you do. میگه که میزان نیاز برای اون کاری که ما داریم انجام میدیم. شرط دوم میگه که your ability to do it. میزان توانایی ما در انجام دادن اون کار. شرط سوم there is a difficulty in replacing you. There is a difficulty in replacing you. مفهومش میشه که چقدر سخت میشه تو رو جایگزین کرد توی کاری که داری، چقدر میشه سخت تو رو با یکی دیگه عوضت کرد توی کاری که داری. خب ما میریم تک به تک اینا رو بررسی میکنیم.
شرط اول the need for what you do، میزان نیاز برای کاری که تو داری انجام میدی. هر چقدر میزان نیاز افراد و جامعه برای اون کاری که ما داریم انجام میدیم بیشتر باشه، یعنی دایره گستردگی کاری که ما داریم انجام میدیم براش نیاز زیاد وجود داشته باشه، شانس ما برای توسعه دادن اون کسب و کار بیشتره. پس شرط اول برای پیدا کردن یک ایده اینه ما نگاه کنیم اگر اون ایده که ما داریم مردم هر چقدر مردم بیشتری بهش نیاز داشته باشن، شانس ما برای توسعه اون کسب و کار بیشتره. مثلا یک آرایشگر، خب همه افراد بهش نیاز دارن. یک مکانیک، افرادی که ماشین دارن همه بهش نیاز دارن. یک آشپز، همه افراد برای غذا بهش نیاز دارن. یک فروشنده توی حوزه خاصی، همه افراد بهش نیاز دارن. یک حسابدار، همه افراد بهش نیاز دارن. باید ببینیم ما اون ایده‌ای که داریم چه تعداد از افراد بهش نیاز دارن. هر چقدر دایره گستردگی افرادی که به اون ایده نیاز دارن بیشتر باشه، پس شانس این که اون کسب و کار خیلی پیشرفت کنه هم بیشتره. شرط دوم که مهمترین شرط قانون جبران هست، میگه که your ability to do it، توانایی تو در انجام اون کار چقدره، یعنی چقدر مهارت داری. ببینید هر چقدر ما در انجام دادن اون کاری که داریم انجام میدیم مهارتمون بیشتر باشه، اون کسب و کار رو بیشتر میتونیم توسعه بدیم. افراد بیشتری میان سمت ما، در نتیجه پول بیشتری هم به دست میاریم، در نتیجه دسترسی بیشتری به افراد داریم و افراد بیشتری هم ما رو میشناسن. پس بنابراین فروش ما میره بالا، افراد بیشتری هم ما خرید میکنن. اینکه ما واقعا این قصد و نیت و این ایده که هدف از کسب و کار این هستش که ما به مردم کمک کنیم، اینو واقعا چقدر میخوایم اجرایی کنیم. در شرط قانون دوم میگه میزان توانایی تو در انجام دادن اون کار، اینکه چقدر توانمندیم در اجرا کردن این ایده، چقدر اینو فهمیدیم و دوست داریم اجراش کنیم. اگر ما قصد و نیتمون این باشه که به افراد کمک کنیم، هر روز تو اون کار داریم توسعه پیدا میکنیم، هر روز داریم در مورد اون کار مطالعه میکنیم و افراد بیشتری میان سمت ما. ببینید چطور اتفاق میفته وقتی ما یه کاری دوست داریم انجام بدیم و از انجام دادنش لذت میبریم و در نتیجه دوست داریم به دیگران کمک کنیم و از لذت بردن دیگران هم داریم لذت میبریم. چرا؟ چون زندگی اونها بهتر داره میشه. اینکه میان محصول ما رو میخرن، اینکه خدمات ما رو استفاده میکنن و میخرن، ما لذت بیشتر میبریم. پس در نتیجه کیفیت کار ما خیلی بالا میره. چرا؟ چون زندگی ما سرشار از لذته. ما همش به کیفیت نگاه میکنیم به جای کمیت. وقتی ما هدف ما از کسب و کار کسب رضایت قلبی باشه، خب افراد میفهمن اینو، درک میکنن و به دوستان و آشنایان خودشون هم ما رو معرفی میکنن. ببینید ما میدونیم که پول و شادی مستقیم به دست نمیاد. پول و شادی مستقیم به دست نمیاد. پول و شادی نتیجه ایجاد کسب و کار درسته، نتیجه حاصله از ایجاد کسب و کار درسته. ببینید پول محصول جانبی کسب و کاره، شادی هم محصول جانبی و ثانویه ایجاد ارزش برای مردمه، ایجاد یک کاری که زندگی مردم رو بهتر کنه. وقتی ما میبینیم مردم شاد شدن از خرید محصول ما، از خرید خدمات ما هم لذت رو تجربه میکنیم. چرا؟ چون اونا دارن لذت رو تجربه میکنن. ببینید باید بدونیم که مردم ما رو به خاطر خودشون دوست دارن، نه به خاطر ما. چرا؟ وقتی میفهمن که ما واقعا قصد و نیتمون اینه که میخوایم بهشون کمک کنیم، واقعا میخوایم محصول ارزشمندی به اونها بدیم، محصول ارزنده‌ای به اونها بدیم، یعنی در مقابل پولی که به ما میدن ارزش بیشتری دریافت میکنن. پس در نتیجه حس خوبی دارن. ببینید ما همه عاشق خرید کردنیم. وقتی ما بریم خرید میکنیم و حس میکنیم که واقعا چیز ارزشمند و ارزنده‌ای خرید کردیم، خیلی خوشحال میشیم، میایم به دیگران هم معرفی میکنیم. مثلا شما تو مهمونی‌ها، توی جمع دیدین یه نفر که یه چیز خوب میخره میاد به همه معرفی میکنه. اینو بهش میگن تبلیغات دهان به دهان، ماوس تو ماوس ادورتایزمنت، تبلیغات دهان به دهان. تبلیغات دهان به دهان شکل میگیره دایره افرادی که مشتری ما هستن بیشتر میشه. چرا؟ چون تبلیغات شده، مردم راضی بودن، اونا هم از ما خرید میکنن، اونا هم راضیان، همینطور به کسای دیگه ما رو معرفی میکنن
یه دفعه می‌بینیم که کسب و کار ما توسعه پیدا کرد، دایره مشتریان ما خیلی زیاد شد. پس چیزایی رو که ما توسعه نیاز هست بدیم برای شرط دوم اینکه ما چقدر میتونیم کسب و کار خودمون رو توسعه بدیم، چقدر میتونیم برند خودمون رو توسعه بدیم، چقدر میتونیم در مذاکرات موفق عمل کنیم، چقدر میتونیم مردم رو متقاعد کنیم که ما داریم بهشون کمک میکنیم، ما دوست داریم که زندگی اونها خیلی بهتر بشه. یعنی هدف ما از ایجاد این کسب و کار کمک به اونها هست. یعنی چی؟ یعنی زندگی معمولی اونها رو قرار هست به زندگی ایدئال و بهتر تبدیل کنیم. همین. یعنی ما داریم کسب و کار میکنیم که زندگی افراد رو به زندگی بهتر تبدیل کنیم توسط کالا و خدماتی که به اونها ارائه میکنیم. ببینید وقتی مردم متوجه بشن که ما داریم بهشون عشق میدیم، دوستشون داریم، میخوایم بهشون کمک کنیم، اونها هم از عشقشون که پوله به ما میدن. وقتی مردم بفهمن که ما داریم بهشون عشق میدیم، هدف ما کسب رضایت قلبی هست، وقتی ما اونها رو تونستیم بفهمونیم نسبت به این قصد و نیت خودمون، اونها هم اوکی میشن، اونها هم از عشقشون که پوله به ما میدن. خب شرط دوم قانون جبران چی بود؟ Your ability to do it، میزان توانایی تو در انجام دادن اون کار. اینکه وقتی با افراد برخورد میکنی چقدر میتونی شاد باشی و مهربان باشی، چقدر میتونه کلام تاثیرگذار باشه رو افراد، چقدر مذاکره و متقاعد سازی بلدی، چقدر قصد و نیتت اینه که به افراد کمک کنی، چقدر میتونی افراد رو متقاعد کنی که بیان محصول تو رو بخرن. چرا؟ چون قراره که بهشون کمک بکنی. چقدر در مقابل پولی که میگیری بهشون ارزش میدی، یعنی پولی که میگیری چند برابر میارزه، کالا محصول تو در مقابل اون پول خیلی بیشتر میارزه. مردم اینو میفهمن. ببینید وقتی که ما قرار شد به افراد کمک کنیم، یعنی که افراد باید از این قصد و نیت ما مطلع بشن. چجوری مطلع میشن؟ وقتی کالا و خدمات ما رو میگیرن، تو کار ما صداقت هست، تو کار ما درستی هست، به ما اعتماد میکنن. ببینید افراد برند ما رو نمیخرن، خود ما رو میخرن، کاراکتر و شخصیت ما رو میخرن. وقتی فهمیدن که ما هدف ما فقط کمک کردنه، همه چیز از ما میخرن. حتی شما تو کارتون اگر یه محصولی دارید میفروشید، محصولات دیگه هم میان میخرن. چرا؟ چون شما رو میشناسن، چون شما تو کسب و کارت خیلی حرفه‌ای هستی. مطمئنا این کالایی که داری میفروشی تحقیق کردی، بهترین کالاست و مناسب ترین کالا برای ایشونه. شرط دوم فهمیدید. شرط سوم there is a difficulty in replacing you. چقدر سخت میشه تو رو جایگزین کرد، چقدر سخت میشه از تو چشم پوشی کرد. ما اگه تو جامعه نگاه کنیم میبینیم که همه آدما معمولی هن. یعنی فرق نمیکنه از کدوم سوپرمارکت خرید کنیم، از کدوم پیش کدوم آرایشگر بریم، از کی لباس بخریم. اصلا مایحتاج زندگیمون مهم نیست از کی بخریم. چرا؟ چون همه دارن یه سرویس و خدمات معمولی به ما میدن. ما متوجه میشیم که همه دنبال پولن، کسی دنبال کمک کردن به ما نیست انگار. مثلا میریم پیش یه مشاور املاکی بهش میگیم اصلا حوصله نداره جواب ما رو بده، اصلا سرویس و خدمات خوبی نمیده، صداقت نداره. ما متوجه میشیم. ولی در عوض مثلا یه مشاور املاک میبینیم که میریم پیشش و میگیم که آقا من میخوام خونه رو عوض کنم. این چون دوست داره به ما کمک کنه، چون زندگی ما دوست داره بهتر شه و تو کارش شرط دوم تخصص بالایی داره، در زمینه ساختمان تخصص داره، اینکه چه ساختمان خوبه، ساختش آیا خوبه یا آیا بده و چه متریال استفاده شده، قوانین مربوط به قراردادها و قوانین حقوقی رو بلده. میدونیم که اگر این برای ما قرارداد بنویسه مشکلی برای ما پیش نمیاد. خب چه فردی از این بهتر؟ ما به همه اینو معرفی میکنیم، میگیم آقا این واقعا عالیه، هم از ساختمون سر در میاره، هم از قوانین حقوقی سر در میاره، هم صداقت داره. دیگه انسان چی میخواد؟ همین. توی هر کاری بچه‌ها همینه. قانون سوم میگه که there is a difficulty in replacing you. چقدر راحت میشه تو صرف نظر کرد. آیا اصلا میشه؟ نه. اصلا کسی میتونه تو رو کنار بذاره یا نه؟
اصلا کسی میتونه تو رو آنفالو کنه یا نه؟ با اجرای درست شرط دوم قانون جبران، شرط سوم به خودی خود اجرا میشه. چرا؟ گفتیم یه مشاور املاک در نظر بگیرید، خیلی آدم درستی، این عاشق کارشه، این روی دارایی عقلی خودش خیلی سرمایه گذاری کرده، تو زمین املاک درجه یکه. ما دیگه مثل این شخص پیدا نمی‌کنیم. پیش هر کی میریم انگار صداقت نداره، انگار وارد نیست تو کارش، انگار مهارت لازم نداره، انگار متقاعدسازی و مذاکره رو بلد نیست. ما دیگه نمیتونیم فرد رو رها کنیم. به همه دوستان آشنایمون رایگان تبلیغات میکنیم براش. پس فهمیدیم که هدف از کسب و کار کسب رضایت قلبی و کمک کردن به مردم. این باور رو باید تو ذهن خودمون بکاریم. حالا فروش چیه؟ فروش این یعنی که من یک ایده ای دارم و این ایده خیلی میتونه به افراد کمک کنه، برای همین میخوام افراد این ایده من رو بشناسن، میخوام این ایده رو به افراد بفروشم. چرا؟ چون زندگیشون متحول میکنه. افراد ایده ما رو نمیخرن، خود ما رو میخرن. وقتی بفهمن که ما چه کاراکتری داریم، هدف ما از کسب و کار چیه، خود ما رو میخرن. ببینید یکی از کارهای دیگه که ما باید بکنیم، بیایم تو فضای مجازی اینستاگرام، تو پلتفرم های مجازی فعالیت کنیم. چرا؟ ببینید یکی از تکنیک های فروش attention equals money هست، یعنی توجه مساوی است با پول. توجه مساوی است با پول. در گذشته میومدن توی میدونای شهر جار میزدن، به اصطلاح میگفتن فلان ما فلان محصول رو از فلان جا آوردیم. الان میدون شهر کجاست؟ مردم توجهشون کجاست؟ توی فضای مجازی. ما باید اونجا بیایم توجه ایجاد کنیم. هر چقدر بتونیم توجه بیشتری جلب کنیم، مشتریای بیشتری داریم. اگر میبینی کسب و کارت ضعیفه، فروش خوبی نداری، همش میگی رکوده، من کارم ضعیفه، ببین چند نفر تو رو میشناسن، چند نفر میشناسنت. یکی از دلایلی که ما باید بیایم توی فضای مجازی فعالیت کنیم همین attention equals money هست. توجه مساوی است با پول. ببینید ما برای اینکه پول زیادی بخوایم به دست بیاریم، بخوایم افراد زیادی کمک کنیم، خب تو فضای مجازی باید فعالیت کنیم، چون افراد زیادی اونجا. اگه ما به صورت فیزیکی فعالیت کنیم، توی مغازه، توی فروشگاه، توی یه مزون فرق نمیکنه. بلکه چند نفر آدم به صورت فیزیکی میتونیم ببینیم. ولی توی فضای مجازی ما به کل دنیا دسترسی داریم. فکر کنید که یه مغازه هست تو وسط میدون دنیاست. به همه دسترسی داریم، به همه شهرها، به همه آدم‌ها، به همه زبون‌ها، به همه کشورها. پس یکی از دلایلی که ما توی فضای مجازی باید فعالیت کنیم، چون آدمای بیشتری اونجا. ما می‌خوایم کسب و کار خودمون رو توسعه بدیم، برندسازی کنیم. لازمش فعالیت توی فضای مجازی هست. بعد ما در ازای این شرط خیلی مهمه، ما در ازای پولی که دریافت می‌کنیم باید ارزش بیشتری به مردم بدیم. اینو بهش میگن وین وین سیچویشن، یعنی معامله برد برد. پس باوری که باید تو ذهن خودمون بکاریم، فهمیدیم که هدف ما از کسب و کار کسب رضایت قلبی و کمک کردن به مردم هست. تبدیل زندگی معمولی مردم به زندگی ایدئال و زندگی بهتر. با سه شرط قانون جبران فهمیدیم که چه ایده‌ای رو پیدا کنیم و چطور کسب و کار خودمون رو گسترش بدیم.